وایسا ببینم پدر سوخته. فکر کردی خونه خالص هر کاری بخوای بکنی آره؟ ولش کن. بیا اینجا بهت میگم. تو رو ارواح خاک مادرت نکن. بچه از تقصیری نداره، خب جبران میکنه. تقصیر تو داری که میذاری هر غلطی دلش بخواد بکنه. به جای اینکه مادری کنی باش دست کار کنی میفرستیش کلاس واسه خودش توپ بازی بکنه. بازی چیه؟ معلمش گفت بازیش خوبه، بفرستش بره کلاس که استعدادش هدر نره. پس بیا تحویل بگیر. بچه به این سن ریاضیشو افتاده. بابا به خودم معلم لج کرده. از این به بعد یه نفر راجع به فوتبال و کلاس و این چرت و پرتا صحبت بکنه من قیمه‌اش میکنم. آخه مگه تو پسری که این کارا رو میکنی؟ یه لحظه وایسا، آروم باش. مگه اصلا من پسرشم کاری که دوست دارم بکنم؟ بیا واسه من نیم مترم زبون داره. حالا باز تو بگو این گناه داره. الان ریاضی به فوتبال چه ربطی داره؟ چی داری میگی اصلا؟ حواست هست؟ من با چه رویی تو صورت فامیل نگاه کنم؟ چجوری بگم این بچه 12 ساله تجدید شده؟ آخه نونت کم بود، آبت کم بود. این فوتبال دیگه این وسط چه سیغه‌ای بود؟ مگه تو خودت 100 بار نگفتی اگه خانواده‌ام میذاشتم بهترین کشتیگیر دنیا میشدم؟ معلومه که میشدم. مگه نگفتی اگه من بودم حسن یزدانی رو میذاشتم تو جیبم؟ بله میذاشتم. اینو که دیگه یه ایران میدونم. خب تو هم که الان همین کارو داری با بچت من میکنی. فرق میکردم. اینو که تو بهتر میدونی. از کجا معلوم منم فرق نکنم؟ تا حالا شده یه بار دخترتون بپرسی چی دوست داره؟ چون دخترم حق ندارم همیشه بعد ریاضیمو 20 بگم که فامیل برام به چه کنن؟ چه چیزی که خودتون نشدید دوست دارید من بشم؟ آخه شما به کجا رسید که من بخوام برسم؟